آینی تی با بیسکویت لطفا. شیرین جون برای ارشیا چایی و بیسکویت بیار. باشه. ارشیا ماما قربونت برم اینقدر انگلیسی نگو، چشت میکنن ها. گرفت. الو بابا کجایی؟ ما زنده هم دخترم. کمک. منو مسخره میکنی؟ آره. بی ادب. میام همچون تو دهنتا. با کی داری اینطوری صحبت میکنی سارا؟ با این اسم داره ها؟ شیرین حوصله ندارم ها. بابا دیگه گندشو در وردید با این بچه تربیت کردنت. سکون ببینم زهره جون، تو میخواستی بزنی تو دهن بچه من؟ بله، برای اینکه بی ادبه، برای اینکه تو این وضعیت تلفن بابای منو برداشته داره اداشو در میاره. اون دیگه مشکل از آیکیو توی که فرق صدای بچه 6 ساله رو با مرد 50 ساله نمیفهمی. آیکیو من پایین، آیکیو شما بالا. خوبه من دکترم، تو دیپلمت هم به زور گرفتی. بذار 2 هفته از رفوزه شدنت بگذره بعد از این حرفا بزن. ریفوزه یه بری میرید تو کوزه. ببین چقدر بی تربیته. بس دیگه. تو این وضعیت خب خیلی دیگه نمیفهمی. مگه یه جا قبول شده بودی آب رئیسیت ما رو نمیبردی؟ تو هم که دور تربیت بچه تو قلم گرفتی، تو هم که بی تربیت، تو هم که مزخرف باش اینجا نشستی، تو هم که بی تربیت، تو هم که من چی؟ هیچی.